درود. برای لایق رجبов و سمندر مرادов رقیبان نو پیدا شدند. آنها کیستند؟ مشتزن آمریکایی چرا دین اسلام را قبول کرد؟ همه این در نشر امروزه برنامه ما. اکنون در مقابل سمندر مرادов ورزشکار شناخته و به‌باخت تاجیک بابور قربانوف ازبکستانی حاضر است بجنگد. این محاربه باید روز 2 فوریه در شهر ابودابی دایر شود. سمندر مرادов ورزشکار تاجیک در کارنامه کسبیش از 9 محاربه گذرانده‌اش در یگان تاش شکست نخورده است. همچنین سمندر چند ماه پیش با شکست دادن ورزشکار برزیلیایی ژائین ساکوئرا به تشکیلات UFC راه یافت. بابور قربانوف رقیب او باشد، با رکورد 13-5 شناخته می شود. تشکیلات با نفوذ UFC محاربه سوم ورزشکار تاجیک لایق رجبов را نیز معین کرد. او روز 2 مارس با عبدالکریم السلودی ورزشکاری که کشور آمریکا را معرفی میکند رقابت خواهد کرد. عبدالکریم السلودی ورزشکاری با تجربه بوده، در کارنامه‌اش همگی 15 غلبه و 3 باخت دارد. اما لایق رجبов را با رکورد 17-5 میشناسند. گروانتا دیویس مشتزنی که در وزن سبک رقابت میکند چند وقت پیش دین اسلام را پذیرفت و مسلمان شد. اشهد ان لا اله الا الله. او در 29 محاربه‌ای که انجام داده است یگان بار به مغلوبیت روبرو نشده است. دیویس بعد پذیرفتن اسلام نام خود را با عبدالواحد عوض کرد. دوران کودکی دیویس در محله‌های جنایی بالتیمور در محیط خیلی نامساعد گذشته است. دیویس را بارها پلیس برای نقض قانون و قاعده‌های گوناگون دستگیر کرده بودند و شاید که با قبول دین اسلام این ورزشکار می‌خواهد طرز حیات خود را تغییر بدهد. انیس یعقوبوف ورزشکاری که در تشکیلات ACA هنرنمایی می‌کند اکنون اسمش را رقیبانش فراموش نخواهند کرد. او در چند ماه اخیر در کارنامه 2 رقیب به‌باختش مغلوبیت ثبت کرد. 2 محاربه آخرش با رقیبان ازبک و قرغیزش کمتر از 30 ثانیگی دوام کردند. این ورزشکار تاجیک هم در پرتر و هم در راستا خیلی حرفه‌ای می‌جنگد. از همین جاست که رقیبانش از محاربه با او دست می‌کشند. شما رقیب ارزنده برای او کی را می‌بینید؟